تو پرونده به یه نادر نامی رسید. از اونم نباید غافل بشی. از نادر هر چی بر بیاد آدم کشی بر نمیاد. اگه اون بیگناهه یکی از ما باید گناهکار باشه دیگه، حتما من. شکی نکن. طلاق پاکه چه منتش به خاکه. نادر مصطفی رو چقدر میشناسی؟ انشالله که آقا نادرم حسابش پاکه. همین یه جمله گفتی تموم. گند زدی سر گند. از کی تا یه سرهنگ مملکت به زیر دستش توضیح میده؟ نه آشنا دیدم یه چیز مشکوکی. رو سومین پله بودم که پوف. دلم نمیاد اصلا تو این شرایط تنها بذارم. یه نگاه به من بنداز. به زندگیم، به حال و روزم، هرچی من میکشم از دست این نامردی که اینجا وایساده با وقاحت کامل داره به من لبخند میزنه. خودت به جای قاضی و وکیل و دادستان بدونی که دفاع منو بشنوی حکم دادی. میخوام قبل از اون که کلکم کندشه یه کاری بکنم کارستون. میخوام همیشه کنارت باشم تو هر شرایطی. من اومدم بهت هشدار بدم مراقب خودت باشی. من کجای این بازیم پس؟ به خانم سرگو بیمارستان بهترین دوستم رو جا گذاشتم. اعتمادم به تو، به همتون اونجا جا گذاشتم. تو بیمارستان کوفتی خیلی چیزا رو جا گذاشتم. بس کن، هیچی نمیخوام بشنوم. اگه قرار نبود داوود سعی سالم برداریم. یه بارم شده به من اعتماد کن. از اینجا برو بیرون. شروع کنیم. تو مملکت که این آب خوردن آدم میکشن، شهربانی و دادگستری قانون یعنی قانون خودت. ششمین نفر خدا میدونه نفر بعدی کی.